ما حاضر فطیر آماده میکنیم. فطیر برای علفهای بهاری، یعنی مثلا ما حاضر در اینجا تیار کردگی پیاز سفید، دنبه، چومه، کبوتی ها، بعد علفهای بهاری آماده میکنیم. این چقدر نه 3 ماه بهار ما فقط تیار میکنیم با علف. اوگرو میکنیم، پیرشکی میکنیم، اوموج میکنیم. اوموج دم هم خیلی علف ها میدوزن. نه چقدر. و برنجوه میکنیم، همش علف، کدوی سبزک، لوبی سبزک ها میکنیم، پرتوی میخوریم. اینا همه چیزای بهترین ده. فطیر قد قد میشه، یعنی مثلا فطیر کورکی میگن. اینا ارده همین ارده آسیابی قطی میکنن. فطیر کورکی میگن بی روغن. با فطیرو میشه که روغن قطی بسیار میشورن. فطیر قد قد هم چقدر نغز میبیه، ورق ورق کرده تیار میکنیم. کرو تاب میکنیم. خب فطیر مسکه میکنیم. همین خیلی چیزی بهترین در این 3 ماه بهار بهترین چیزا آماده میکنیم، فقط با طعامای تاجیکی، با علف، با دیگر غیر چیزا. وقتی که می اور در خانه باشد همه چیز نوش نعمت دنیا در خانه هست. برای کی ای اور ما همه چیز تیار میکنیم. من گردچه تیار میکنیم، ما آماده شدگی الکوی گردچه ما تیار میپزیم، چپاتی میکنیم، کلچه میکنیم، فطیر میکنیم، فط خمیر میگن، نونوی قورساق میکنیم. این امی اور باشه. اگر چند چیز از امی اور ما تیار میبینیم. همین نونبندی اینم یک هنرمندیه. یک هنرمندی زنی تاجیکی ما هست. هر کس هم این نون پخته نمیتونه، هر کس هم این نون تیار کرده هم نمیتونه. نازکی ها دارد خمیرم، نازکی ها بستن دارد که همه خیلی خوش رو آماده کرده بندن تیار کنن. در روی دسترخوان فقط گردچه باشه، فطیر باشه، کلچه باشه، دیگه هیچی در کار نیست. مادر به همه چیز روی دسترخوان ما آروم میتیم. مادر ما میگفت که زباله بگی برای تنک کردن آش تپای، آش میده، انمی جای دست داد بگی. امی چند قدری که ملایم آمد، امو زباله امو قدر میآید. انا با خمفطیر میگفتیم. خمفطیر ما قاشق میکنیم. قاشق میکنیم. امو را هم امی اوچا میگفت که بچم انمی قدی، انمی ملایمی، انمی جد بگی. انمی خیلی میکردیم. انم ای مادر ما همه را گو جوشی را، اینمی او اوقات همش ما ای مادر ما میگفتیم. وقتی که ما با شوهر میبرامدیم دخترای او دور، مثال کلن خشکن میامد، ای روی مثال قربان سری رای همو عروس ده، همو دختر ده یک علوشور یا چوره میپرتافت. کما بینم امی حقل میکنه که امی چوره ای زمین برداره. انا خیلی بعد روی اموخش نه که حاضر ده و خیلی نیست. انا تومای میلی ده باشه. خیلی تا وقتی همی با شوهر نبرآمده بودیم، همی مادران نشون دادم. بعد خیلی در خونه با اشغال زدیم. خیلی اونجا با کار یاد گرفتیم. یگان تنقیسی نکشیدیم. هم کار خونه میکردیم، هم کودک معده داشتیم، هم پخته در کار میکردیم. میرفتیم چوبق میکردیم، پخته میچیندیم، پایه میچیندیم. با میومیم کار خونه میکردیم. این در کوهستان ما جنبیله گفتنی چیزایی. این همی خونه ما نمی پیشکی کوه ده. اونجا میچینیم، این همی برنجوه میکنیم، اوموج میکنیم، این آش تپه میکنیم. خیلی نمی رفاقتی همه چیزا تیار میکنیم. خیلی تا امروز آمد این تا حاضر رسین سال ما بجای رسته. خدم امو خمیر میکنم بچه‌نی دلی خدم که اویا خیلی می سوز بیاید که مثال چی نکنه. خیلی در بابت نان او خیلی تا امروز کدیم که نمیدونم ای جوسنش چی شود. وقتی که به نمک باشه نون میغلطه، وقتی شور باشه گل میزنه نون، وقتی که همه چیزش آموده نقد باشه یگون چی وای نمیشه. خشرو نون خشرو میپزی میگیریم. فط خمیر کمتر سخت‌ترک میشوری، گردچه رو با کمتر شیتل‌تر میشوری، چپاتی رو با بسیار شیتله میشوری که چپاتی وقتی چپاتی شیتله شد روز کردنش بستنش چقدر خشرو میبیه. اگر سخت بیاید چپاتی خشرو پخته نمیشه و تیار نمیشه خشرو. بعد کلچه با سخت میشوری کمتر روغنش میدوزی، همین خیلی خشرو میبیه که وقتی کلچه را که در دیگدم بستن بوی همون کلچه میبره، روغن داشته باشه خشرو باشه بوی به مزه میبره. یگون را هگذر میگذره همین خیلی بوی خشرو میبیه که مثلا من گشنه باشم همون خیلی میخوام که رفتم کلچه خورم که الکوی سیر میشم هم یک کلچه قطی خوردن. چقدر نازکیاش همینه ده. ای مادر اومختیم همین چیزا را چپاتی میبستن، کلچه میبستن، گردچه میبستن، همین خیلی میفهموندن که دختر جون مثلا وقتی همین شوریدن خمیر چقدر نازکی داره.
باید تازه باشه، دستات شتگی تازه باشه، صرفت خشرو باشه، تازه باشه، گرد اطراف دیگدان تازه باشه. برای همین اگر یک کس که خانه آمد اول دخترها را پیش از سقالی می اومدن دیگدان خانه کلین میکردن. وقتی می در اومدن در آشخانه هاشون هم می دیدن که چرکینه او را محقل نمیکردن. وقتی که آشخانه تازه میبرد میفتن ای مادر فعال داره فرزند ایران فعال اومدگیه. برای همین ما اول ای تازگی گرد اطراف دیگدانمون، ای تازگی گرد صرفمون که یک کس اومد وقتی ما خمیر شدیم همون آدم مثلا لذت بره که همین نون امینه خوردن در کوره. وقتی که نان صرفه بیزه باشه گرد دیگدان بیزه باشه همون زنک ممکن که همون چیز هوس نخوره که من همین چیزا بخورم. همین زن ای نانش میشناسن، نان خشرو داره. همون مثلا هم مردک هم آبروی مردک کی میبرداره؟ زن میبرداره. برای چی؟ وقتی یه مهمونش میبیه رفیقش میبیه نون که در موبایل میمونن میگن بیکی زنی همین زنی بهترین بده. اینون همین زن فرقیت میکنن، اینون خشرو. همین ما حاضر زنو باید فقط چیزی همین پخت پزی همین توجیکی خمونده چیم ای مگزینی خریدنده ما همین چیزا دا باید اینا یگون معرکه میشه ما همین چیزای توجیکی را استفاده میبریم. چه گلدک مثلا اوز سمبوسه پیرشکی چند خیلی سمبوسه میکنیم پیرشکی هم تنه کره میکنیم هم یعنی خیلی خمیری کره میپزیم. این چقدر خشرو میشه. ما ممکن که همون چیزای مگزینی دیگه استفاده هم نبریم. همین چیزا قطعی ما دسترخونه پر میکنیم. با اوتالا میگن اوتالا میکنیم، برنجوه میکنیم، همین چیزی علف قطعی با چقدر به مزه میبیه. وقتی که ما همین خیلی باغ جوانان ده دیگه همین خیلی کلون ما دادن که تیار کنیم برای برنجوه در نزد ما چند تا دیگه آش پلاو بود لیکن همون تلاشش هم برنجوه ما بود برای که هم تیزک بود هم علف بسیار داشتن هم کدوی سبزک داشت هم ویلوبی سبزک داشتن. چقدر به مزه اومدگی بود. همه مردم خورده حلاوت بردن که چقدر برنجوه به مزه اومدگیه. ای آش پلاو ده طلب مردم همش در برنجوه ما شد. ما خرسان شدیم که هم دیگه کلونی کردگی ما تا با آخر تمام شد. دوری موده نبود. ما نمیکردیم اینا فطیر اردمول میکردیم، فطیر کوراکی میکردیم، فطیر اینا ورقی میکردیم. انم خیلی میکردیم علفی نمیکردیم و چوده نمیکردن. آنی که با جیجق میکردیم با دنبای گوسپند انا میکردیم. بعد میکردیم خیلی مخپر نمیکردیم برای که چکدون در ایستادنش قیم بود. بعد چلیکو منقدی همون روی هم خیلی شکوف میکردیم که مثل همون بچسبه خشرو در چکدون میکردیم. و اینا یو خیلی چپوتی چی میگن؟ چی همی گردچه مغوسگ میگیم. یو این اکه کلوبیو هم خیلی گم میزنن. انا یو چپوتی میگن مو خمیری میگیم. امی فرقی همی خمیر همی سه خمیر هر خیلی ای کلچه دیگه های ای فطیر دیگه های ای خمیر فطیر دیگه های این ای گردچه دیگه های با ای چپوتی دیگه های 5 نمود داره همی خمیر. یک خمیر چند نمود باید که نمی خمیر نمی کلچه فطیر چیزی باشه با 5 نمود نان میشه. یک خمیر اگر آدمی هنرمند باشه. این وقتی که ما همی غوسه که کردیم با همی رفیده کلونگ دور میزنونیم بلاوی این رفیده. این همی خیلی که همی همش یک چیم بیویه اینه. انا خمیری رانی چپوتی رانی همی خیلی رفیده کلونگ قدی همی خیلی دور میزنونیم همی خیلی نمی تکده که همش این یک بیویه. کمتر آب شیرگرمه قطعی ما فطیره میشوریم. مود نمک میده کرده بعد ارده یک جویه میکنیم. محاضره که من مثلا هم کبوتی رو میپرتویم اینجا هم علف ها هسته. خب این محاضی علف میپرتویم، پیازی سفید میپرتویم. خب چومغز هسته اینجا دنبه هسته، دنبه گوسفند. همه ای در دری فطیر بدوزی چقدر به مزه میشه. سمبوسه دم پختن خشرو میشه، پرشکی دم خشرو میشه. خشروی را می خیلی سم میکنی که هم دستو قطعی و بیا فطیر خشرو بیویه.
این از زباله میکنیم خیلی برای پختن تیار میشود. اینا شیرجوشی دیگ در شیر میریزیم موافق همون شیر اینا نون خنک هم باشه چند روزه باشه همون را ریزه میکنیم علوش کن میمونیم همو میجوشه تری فلخ میشه و بعد طبق دا میبرداریم ما قشلوقای ما دا چنیو دا قیمق میگیرن اگر رفته باشین دیده باشین بعد همو قیمق بالای همون نونی که رنگ قروتا وری توب کدگی میمونیم بعد مسکر او میکنیم روی همو دا میریزیم این میشه و شیرجوشی انا با یک نمودی تمام دیگهش این روغن جوشی میگن او را با جای شیر دوغ میریزیم انا او را هم خیلی میکنیم نه که او دا قیمق نمیمونیم او دا پیاز ریزه میکنیم بلوش نمیمونیم روغن یا مسکر او میکنیم میریزیم انا دوغ روغن میکنیم انا دوغ روغن زیلینا میچکیم چی را کبوتی را میچکیم اینا پیاز خیلی شیرینه انا بعد دوغ خیش میشکنیم امو دا فطیر اردمول میکنیم وقتی خمیر که روز کردیم ای تای خمیر یک زباله شا میمونیم امو را ارد میدوزیم سخت میکنیم امو را فطیر اردمول میکن انا امو را بعد ریزه میکنیم بعد ای بولوش با پیاز میمونیم رنگ قروتو اک قروتو قروتی کفزگی ای دوغای بعد ای بولوش با روغن زرد میریزیم ریوج میکنیم با روغن زرد قطی با روغن گوسفند قطی در وقتی زمستون که برای همه خنکی نزنم مثل گودکورای نخواهی و دمای کار میکده گیرم خیلی دوری ما خیلی فقط ما اوقاتای نم خیلی تاجیکی میخوردیم خیلی ندیده بودیم اینا خیلی که حاضر هسته میخورن نه ششلیک نمیدونستیم نه ششلیک نه مروژنیک نه کلبسه نه هیچی را نمیدونستیم فقط هم اوقاتای تاجیکی را میدید کوچی را در دیگ این مثل او میریزی نمی یک 4 چینی 5 چینی وابسته ما نمکش رنگی نمک خمیر وری شیرین خشرو میکنی و بعد اوشا میگیری بعد ارد میدوزی بعد این خیلی چوهوی که اوتله تنگ میکنی کو ما غلطک میگیم انا موقتی بعد میشوریم که امو موچک نویه امو را بعد پهریز دادن میگیریم امو اوی که گرفتیم امو دیگ امو را بعد اوست میریزیم امو را میشکنیم 3 بار پهریزش میتیم که امی کلوله نزنه گفته خیلی بعد یک سر که جوشید تیار میشه بعد طبق در تنک میکنیم خیلی طبقای چوبیده و یا خیلودم با شیر میخوره یا خیلودم با مسکه میخوره کسی را خیلی بفوره بعد میگیرم میخوره فطیر شوریدن شما با چشم میختون دیدین که چی در کار بود پیاز زیلین همه چی را انداخت در شکر در فطیر شورید اوجا دمون که فطیر دم بخوره ملایم شوه خودش بگیره در اوجا دیگه دختران دیدن در علو میمونن میبرن یک تا میبندن با یک کسی دیگه این خیلی میشیند پیاز و گشنیچی این یارو تیار میکنن در هر بهار ما آش توپه میکنیم ما مثال همه چیزای تاجیکی را میکنیم هر سال همین کارمون از 2 ماه 3 ماه همین دوام میده یک روز پس 2 روز پس زنکا تشکیل میکنن اینجا میشینیم این نون و آبی پیشینه پدر کمپیرای مادرمون نه روزی که ما به عقل شدیم مادرمون فقط نصیحت میکردن فقط میگفتن که یاد بگیرین برای هر زن هنر کم نیست باید وای زنک باید اول نون و آب بدونه برای که زن ای همه چیزش همین بهترینش نون و آب خیلی حاضر ما همین نبیره داریم هر شنبه یک شنبه میان تو همون بچه ها میان اوچه نون تاجیکی نیست نون دیدانی نیست میگیم مایلش نون دیدانی میگیریم مثال نبیره در اینی که خودمون میخوریم با اینجا در یک معرکه و منشبه همه این طرف ده کلچه میپزن این طرف ده ارزوق میپزن اون طرف ده برای توی دور یاردم شوه گفته جمع میشنیم خیلی وزیره باری همه زنکا مثال تا او توی وای تموم شدنه وای زنک ده همسایه ده یاردم میتین این رسمی باباگی ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم همه وقت خیلی وای میکنیم تشکیل داریم تشکیل کردیستیم بچه هم کار میرم روز شنبه یک شنبه اوچه یا شکراب یا اشتوپه امی دوتا یتشه کن و مثال ما یکم دوتا فطیر میکنیم یا می دختران اون بچه‌سی باشن میبندن میکن خیلی ما فطیر ده میبریم بعد بچه ها بگه همشون خونه ده میان یک کاروشن میکنیم میغوجیم با روغن زغیر وای میکنن بالوش ده میریزن شکر ها با روغن زغیر به مزه تره میشه که میخوریم اوقات ملی تاجیکی خودمون ای همه چی بگمونو بهترین چیزه در همه جا معلومه که بهترین چیزه باباش
سفیدی ما مدل میخورد سیالاف نمیخورد و سیالاف خنکای گفته مدل گرم بدای بو برگوش پم است اگر دیدگی باشه انا و هم رنگ همی سیالاف تیار میکنن و تازه کرد میاریم تازه میکنیم میشویم مثال آب میدوزیم آب جوشید و میدوزیم نمک همش میدوزن یک جوش اومد دو جوش اومد میپزه میفهمیم که پخته به مزه شده بعد چکه قطی میخورن پتیری پیوزی میکردن خیلی وای خیلی روغن وای علفی خیلی حاضر علفی به نزدیکی تری کردستیم خیلی با خیلی آدم ده میفوره به مزه های می علفی با این با سیالاف میگن حاضر با سیالاف برن سیالاف قطی نبود ایران ناو کردستیم که سیالاف میدوزن در فتی من روغن قطی میکردم روغن میدوزم آب ارد روغن میدوختم تمام میشوریدم سخت تک میموندم یا گم ساعتک میستاد معلوم میشه وای خودش که سبک شده نه حاضر نگیرده چی ما پخته شوه نزنه که پخته سیم گیرده چه شوه نم ده او میگیرن کبوتی تپ تیاره میدوزن و میخوجن هیچ ای در روغن پخن هیچ در کار نیست زیرا خالی آب و پیاز و گشنیج و نمک تمامی چی دیگه در کار نیست در این فصل نمی 3 ماه ده همین پیشو ما میگفتن که فقط چیزی بهاری باید بخورید که ارگانیسم بعد زمستان مونده شدگی این اوقات و نقض ارگانیسم ده زیر نمه چی فایده داره فقط همین 2 ماه 3 ماه همین فقط آشی توپه مستو و این همین چیزایی همین تاجیکی خودمون ما الکای فطیره آموده شد تیار شد فطیره ما هادی مخبر میکنیم فطیره بعد مخبر برده میچسبونیم دیگه دونده الکای الو تیاره اگر مخبر کم بیه گل دادنش ممکنه فتی رو برای مخبرش قدر سخت میکتی که گل نزنه کورشه قطی و میکنه که کم تروغان دوره و دوره دیگه دونده نچسبه الکو فطیره ما تیار این گردچه را چسبوندیم او چکدیم شپیدیم روش نه خوش میوید جغرت اگر تنکش نکنی خیلی تنکش کنی هم خشخر میوید هم با مزه الکوی فطیره که با علف آموده کردیم تیار شد کلچه ها تیار شد گیردچه تیار شد ما خود گیردچه را تیزکوب کرده همه کسا در گیر طبق شدن ها میخوریم ما اول پیاز سفیده میپرتویم خودی قد تیار میکنیم میکتیم برای که مزه پیاز میبروه این نمک خوده چقدر به مزه میشده تیار شده گشته گیردچه‌ای که پیش ما ده هست دادیم و پخته گرفتیم دیگه دانده همش تیار شد اکو حاضی ما تیزکو تیار میکنیم حاضی هر روزه ما ده همین پیش همین دیگدان همین کره ما هست همین
تیزکو و آش توپه و شکر و این میخواه تیار میکنیم. سوزک میگیم، میچکیم قلنفر میده میکنیم، کم ترک سوزک میدوزیم. اگر سوزک نباشه این قلنفری نو باشه، اگر نو نباشه با قاق میکنیم، همیل میکشیم با ایو کم ترک تیزش میکنیم. تیزو بوری میچکی این رنگ ارد بوری میشود. قطعی امو با گشنیچ و پودینه و خیلی نمی ریحان امیور با میچکی ارد بوری میکنی. قطعی امو اراره میکنی. این شکر زمستون ده این شکرو میکنی، اوش تپه میکنی، روی هم دمی چوشی، بعد به مزه میخوری بود. من گیرده‌چوی ما تیار شدن، تیزکو ما تیار شده. خود همه زنها میشینیم تیزکو از جای میخوریم.